فوری جبهه مقاومت افرادی که با طالبان همکاری دارند به سزای اعمال خود خواهند رسید. همچنان تقابل تازه دشمنان قدیمی حاکمیت طالبان و تلاش داعش برای سربازگیری در شمال افغانستان و در اخیر صفحات اجتماعی بازارک مرکز پنجشیر به دست نیروهای مقاومت افتاد. به نام خدا و با درود سلام یک بار دیگر خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال اسکای استارز. امید تا آخر ویدیو ما را دنبال نموده کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید. جبهه مقاومت افرادی که با طالبان همکاری دارند به سزای اعمال خود خواهند رسید. جبهه ضد طالبان یا مقاومت از آغاز جنگ چریکی علیه افراطگرایان طالب در ولایت کاپیسای افغانستان خبر دارند. با گزارش اسپوتنیک جبهه مقاومت در کاپیسا به گونه مسلحانه شروع به فعالیت کرد. منابع از جبهه مقاومت با فرستادن نوار تصویری به آماج نیوز از آغاز فعالیت در کاپیسا و ادامه ایستادگی در برابر طالبان خبر می‌دهند. جبهه مقاومت میگوید افرادی که با طالبان همکاری دارند به سزای اعمال خود خواهند رسید. پیش از این علی میثم نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان از مقامات آمریکایی خواست تا درباره توافقات پشت پرده بین زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان و گروه طالبان تحقیق کند. همچنان تقابل تازه دشمنان قدیمی حاکمیت طالبان و تلاش داعش برای سربازگیری در شمال افغانستان. دولت اسلامی داعش در حال تلاش برای جذب جوانان در مناطق شمالی و شرقی کشور است. به گفته یکی از نمایندگان سابق مجلس، داعش هنوز سلاح و شرایط بهتری ندارد اما ممکن است در آینده شرایط تغییر کند. میر افضل حیدری رئیس سابق کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان اخیراً در اظهارات بیان داشته است که خطرناکترین اعضای داعش که در گذشته توسط نیروهای افغان دستگیر شده بودند از زندانها آزاد شدند و آنان اکنون از جوانان در مناطق از افغانستان درخواست میکنند که با آنها همکاری کنند. از زمان تصرف قدرت توسط طالبان داعش چندین حمله بر افغانستان انجام داده است. از حملات کوچک به اهداف طالبان گرفته تا حملات بزرگ مانند بمبگذاری انتحاری در هفته‌های گذشته و کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان در دو مسجد متعلق به مسلمانان شیعه مذهب. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ورود جنگجویان داعشی از سوریه و عراق به افغانستان و تجمعشان در ولایت‌های شمالی افغانستان نیز ابراز نگرانی کرد. اوضاع در مرزهای شمالی افغانستان چگونه است؟ برای مقابله با داعش چه اقدامات انجام می شود و آیا گروه طالبان نیرو و ابزار کافی برای مبارزه مستقل با تروریسم داعش در اختیار دارند یا خیر؟ بلال کریمی معاون ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در خصوص اینکه گویا شب نظامیان داعش و یا گروه های دیگر تروریستی از عراق و سوریه به افغانستان منتقل شدند به اسپوتنیک گفت این اطلاعات کاملا کاذب و غیر منطقی است و در این مورد برداشت نادرست صورت گرفته است. به همه مشخص است که مجاهدین امارت اسلامی در تمام نقاط افغانستان حاکمیت و تسلط کامل دارند. هیچ منطقه‌ای در افغانستان نیست که خارج از کنترل دولت طالبان باشد. ما به تمام کشورها و به ویژه کشورهای همسایه اطمینان می‌دهیم که هیچ تهدید متوجه امنیت آنها نیست و این کشورها هیچ گونه آسیبی را از افغانستان متقبل نخواهند شد. معاون سخنگوی گروه طالبان همچنین متذکر شد که داعش جایگاه میان مردم افغانستان ندارد و نیروهای طالبان قادر هستند با فعالیت‌های داعش برخورد کنند. گروه تروریستی داعش امکان ندارد از خاورمیانه به افغانستان جنگجو منتقل کند، زیرا سفر از کشورهای مذکور به افغانستان خیلی سخت بوده و احتمال وجود ندارد که این سفر را انجام دهند. وی گفت مجاهدین امارت اسلامی با بیداری تمام اوضاع افغانستان را در کنترل دارند و از دید آنها هیچ گونه تحرک غیر معمول پوشیده نمیماند و در صورت احساس هر گونه تهدید تروریستی آن را کشف و در اسرع وقت نابود می کنند.
نیروهای ما با در نظر داشت منافع ملی کشور اوضاع را نظارت میکنند و با اطمینان گفته میتوانیم که برخی تحرکات کوچک موجود است که نمیتوان آنها را تهدید بزرگ دانست. ما تلاش داریم ریشه های پدیده تروریسم را نابود کنیم و کشور خود را از شر جنایتکاران نجات دهیم. وی در خصوص این که چه مدت زمان نیاز است تا داعش در افغانستان ریشه‌کن ساخته شود میگوید داعش در افغانستان در کدام منطقه مشخص حضور ندارد تا ما بگوییم که در چه مدت زمان آن را ریشه‌کن میکنیم. تهدید داعش در افغانستان از میراث‌های اداره پیشین است. در کابل و جلال آباد مخفیگاه‌هایی را در اختیار دارند و هر از گاه اقدامات خرابکارانه را انجام میدهند. مجاهدین امارت اسلامی تاکنون شمار زیادی از جنگجویان داعش را دستگیر نموده و به پنجه شریعت اسلامی سپردند و فعلا برای کشف و خنثی‌سازی تحرکات احتمالی گروه‌های تروریستی قطعات خاص نیروهای امارت اسلامی گماشته شده و آنها وظیفه دارند تا تهدیدات ناشی از گروه‌های تروریستی را کشف و خنثی کنند. این پروسه تدریجی است و به صورت منظم اجرا می شود. در همین حال محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه افغانستان و کارشناس سیاسی در صحبت با اسپوتنیک گفت خطر تروریسم و افراطگرایی در تمام کشورها و به ویژه افغانستان موجود است. با کمال تأسف گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش ساخته دست ایالات متحده است و آمریکا اکنون در همکاری با شماری از کشورهای منطقه در حال انتقال داعش از خاورمیانه یعنی عراق و سوریه به افغانستان است. به گفته دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان برنده اصلی جنگ‌های داخلی در افغانستان بجز خارجی ها از جمله ایالات متحده آمریکا و مزدوران نیابتیشان کسی دیگری نیستند. در حالی که جهانیان سکوت نموده و خاموش هستند، قربانی اصلی تمام اقدامات ضد بشری در افغانستان مردم بیگناه بوده و می باشند. و در اخیر صفحات اجتماعی بازارک مرکز پنجشیر به دست نیروهای مقاومت افتاد. به نقل از صفحات اجتماعی بازارک مرکز ولایت پنجشیر تحت محاصره نیروهای مقاومت قرار گرفته است. همچنان گفته می شود که در جنگ دیشب میان نیروهای مقاومت و گروه طالبان شمار زیاد از جنگجویان طالب به شمول قطعه سرخ آنها کشته و زخمی شدند. با اظهار امتنان تا آخر ویدیو ما را دنبال کردید. اگر می خواهید از ویدیوهای جدید و روزانه ما مستفید شوید پس لطف نموده کانال ما را شیر و سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای بعدی. درود همه‌تان، بدرود.